یک دختر 26 ساله که تصویربردار مراسم یا عروسی بوده. یک شب بعد از اینکه مراسم تموم میشه حرکت میکنه که به سمت خونه بره، اما توی مسیر ناگهان ناپدید میشه. چه اتفاقی برای این دختر افتاده و الان کجاست؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که توی این کانال پرونده های جنایی رو بررسی و تحلیل بکنیم و در موردشون با هم دیگه حرف بزنیم تا علاوه بر ترس و هیجان به یک آگاهی برسیم، آگاهی از نحوه ارتکاب جرم و نحوه انتخاب قربانی ها. پس اگر تو هم به این موضوع علاقه‌مندی تو این ویدیو همراه من باش. بعضی جنایت ها فقط یک جنایت نیستند، بلکه روایتی هستند از اعتماد، فریب و تصمیمی که همه چیز رو برای همیشه تغییر میده. پرونده امروز فقط داستان پایان زندگی یک انسان نیست، بلکه داستان سوالهایی که همیشه توی ذهن ما میمونه. چه نشانه هایی وجود داشت که شاید باعث تغییر سرنوشت این پرونده میشد؟ اگر میخوای جواب این سوال رو بهت بدم، تا انتهای برنامه همراه من باش. میخوای منو بکشی؟ بکش. التماس میکنم همتون دست به دستم بدید دیگه مگه دیگه به وجود نیاد. حدیث اسلامی 26 سالش بوده. کارش تصویربرداری مجالس و ودینگ و یا به اصطلاح عروسی بوده. چند سالی بود ازدواج کرده بود. اسم همسرش مسعوده و توی یک خونه ویلا اطراف مشهد ساکن بودن و اونجا زندگی میکردن. خب حدیث دختری بوده که پشتکار داشته، کار میکرده و روی پای خودش وایساده بوده و سعی میکرده برای زندگی خودش تلاش بکنه تا یک زندگی بهتری رو برای خودش بسازه. 29 مهر ماه 1402 حدیث طبق معمول سر مراسم بود و آخر شب بعد از اینکه مراسم تموم شد حرکت میکنه که به سمت خونه بره. توی مسیر با مادرش تماس میگیره و به مادرش میگه که من کارم تموم شده، دارم میرم خونه. اما مادرش اصرار میکنه که به خونه اون بره، به خاطر اینکه خونه حدیث، چون گفتم دیگه یک باغ ویلا بود اطراف مشهد، دورتر از خونه مادرش بود. گفت الان که دیر شده و آخر شبه خطرناکه، من نگرانت میشم، بیا خونه من اینجا بخواب، صبح بلند شو برو خونه خودت. اما حدیث مخالفت میکنه، میگه مسعود خونه تنهاست، شامم نخورده، من شام گرفتم که برم خونه، نگران نباش، من زمانی که برسم خونه تصویری با تو تماس میگیرم و باهات حرف میزنم، پس نگران نباش. حدیث بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه به سمت خونه در حال حرکت بوده. اما مادرش تعریف میکنه، خانم رمضانی، میگه من یه تقریبا 45 دقیقه تا یک ساعتی گذشت و حدیث به من زنگ نزد. خودم بهش زنگ زدم، چند بار زنگ زدم، در دسترس نبود، بعد خاموش شد، نگران شدم. به همسرش زنگ زدم، همسرش هم تلفنش رو جواب نمیداد. اما بعد از یه زمانی که گذشت خود همسرش یعنی مسعود به مادر حدیث زنگ میزنه. شبش مجلس عروسی داشت حدیث از مجلس که برمیگشت خیلی من اصرار کردم که بیا نرو باغ. گفت مسعود گفته من شام نخوردم، مامان گناه داره، من شام گرفتم مجلس، من شام نخوردم، میریم با هم شام بخوریم. خیلی من اصرار داشتم به سمت باغ نره، چون باغ دور منزل ما بود، دور از شهر بود. و اینکه شبش همون شب من پیگیر بودم. گفت مامان از رو ساعت 10 دقیقه دیگه من به تصویر زنگ میزنم، خیالت راحت باشه تو بخوابی. 10 دقیقه شد، 20 دقیقه من زنگ زدم، جواب ندادن. تقریبا من 40 دقیقه پشت سر هم جواب میداد، زنگ میزدم جواب نمیداد. به شوهرش زنگ زدم جواب نداد. بعد که من خیلی با عصبانیت و اصلا حالت خیلی بدی هم دستم داد، استرس گرفته بودم، به سمت ماشینم رفتم که از تو پارکینگ بیام بیرون. مسعود به من زنگ زد، گفت که با عصبانیت و چی ترس و اینا، گفت مامان چرا زنگ زدی، چی شده؟ میگه که مادر حدیث هنوز نیومده، منم نگرانم، احتمال میدم که خفتش کرده باشن با توجه به اون همه طلایی که همراهش بوده.
چقدر بهت گفتم اینقدر طلا به این بچه نده. حالا بگذریم از این قصه. با همدیگه حرکت میکنن، یعنی مسعود میره پیش مادر حدیث تا برن بگردن و شاید یک خبری از حدیث پیدا بکنن. ولی مادر حدیث به مسعود میگه که مسعود بیا بریم الان اداره پلیس گزارش بدیم، بگیم حدیث گم شده. میگه بابا چرا انقدر شلوغش میکنی؟ آبروی منم نبر، من تو این منطقه آبرو دارم، بیا خودمون بگردیم، احتمالاً پیداش میکنیم. یه چند ساعتی میگردن و خبری از حدیث نیست. مجبور میشن که به هر حال به اداره پلیس برن. زمانی که به اداره پلیس میرن شکایتی رو ثبت میکنن. اما چیزی که مادر حدیث میگه، خانم رمضانی، میگه ما زمانی که داشتیم میرفتیم من متوجه شدم انگار صورت مسعود یه کبودی هایی داره. بهش گفتم چی شده و مسعودم به من گفت زمانی که من متوجه شدم حدیث گم شد یا خبری ازش نیست، هول شدم و از خونه که میخواستم بیام بیرون، حالا به دری دیوار یه جای خوردم و این کبودی ها به خاطر اونه. توی تمام مدتی که توی اداره پلیس بودن، مسعود از کنار خانم رمضانی تکون نمیخوره، یعنی شواهد و اظهاریه ها رو در کنار هم ثبت میکنن و گزارش میدن. خانم رمضانی میگه من یه جوری به اون مأموری که اونجا بود رسوندم که من میخوام تنها صحبت بکنم، یه سری صحبتایی میخوام بکنم. خلاصه مسعود از اتاق میبرم بیرون. خانم رمضانی تعریف میکنه برای مأموری که اونجا بود، میگه این اواخر مسعود و حدیث یه دعواهای کوچیکی داشتن در خصوص انتقال سند باغ ویلا که به اسم حدیث بوده. یه بگو مگوهای اینجوری داشتن، اما من بعید میدونم که مسعود بلایی سر حدیث آورده باشه. به هر حال لازم دونستم که اینا رو گزارش بدم و به شما بگم. خب گزارش مفقودی ثبت میشه. از فردا پیگیری ها جدی‌تر توسط پلیس آغاز میشه. بعد از یک تایمی که پیگیری کردن، حالا موبایل و ماشین حدیث رو، ماشین و موبایلش رو توی دو تا نقطه متفاوت و با فاصله از همدیگه توی مشهد پیدا کردن. ماشینش رو توی میدون 15 خرداد مشهد پیدا میکنن و موبایلش رو در بزرگراه باغچه به سمت تهران پیدا کردن که البته خب پیدا کردن این دو تا مورد کمکی به پلیس نکرد، به جز این که زمانی که ماشین رو بررسی کردن متوجه لکه‌های خون شدن که این فرضیه رو برای پلیس جدی‌تر کرد که احتمال زیاد یک جنایتی شکل گرفته. 14 روز از گم شدن حدیث میگذره و هیچ خبری ازش نیست، تا اینکه یک تماس گرفته بشه با خانم رمضانی، مادر حدیث. بهش میگن که 1 میلیارد پول باید به ما بدی اگر میخوای دخترت رو سالم بهت برگردونیم. خب خانم رمضانی بدون اینکه به پلیس بگه شروع میکنه به جمع کردن این مبلغ پولی که ازش طلب کرده بودن. اما در زمانی که این پول رو تهیه میکنه و قرار بوده که با حالا آدم روباها قرار بذاره که بهشون این پول رو تحویل بده برای آزادی دخترش، از اداره آگاهی باش تماس میگیرن، میگن نیازی نیست این پول رو بدی، یعنی داشته رصد میشده، شما فقط بیا اداره آگاهی، ما مسعود رو دستگیر کردیم. خب پلیس توی تمام این 2 هفته به مسعود شک داشته. با توجه به صحبت‌ها و اظهارات خانم رمضانی مسعود رو زیر نظر گرفته بودن. تا 14 روز گذشت ما داشتیم میگشتیم دنبال حدیث. از ما درخواست 1 میلیارد پول کردن. کی این کار کرده؟ ما داشتیم پول طرفای مسعود. اما مسعود توی اعترافاتش گفته بود که من از حدیث هیچ خبری نداشتم. یعنی اون شبی که داشت میومد خونه ما توی راه با هم صحبت کردیم و حدیث به من گفت من میخوام برم مغازه، یه سری خرید دارم، میخوام خرید بکنم. خب حدیث که دیر کرد، من احساس کردم که با توجه به اینکه دیر وقته و شاید مغازه‌ها بسته باشن، این رفته بگرده یک مغازه دیگه رو پیدا بکنه و بعد از اون هم باش تماس گرفتم و گوشیش خاموش بود و در دسترس نبود. این صحبت‌هایی بود که مسعود کرده بود. اما صحبت‌هایی که خانم رمضانی با رفتنش به اداره پلیس به مأمورین میگه چیه؟ میگه مسعود و حدیث چند سال پیش توسط یکی از دوستای حدیث، شوهر یکی از دوستای حدیث، با هم آشنا میشن و خیلی زود تصمیم میگیرن که ازدواج بکنن. دختر من 1 سال قبل که ازدواجشون از طریق یکی از دوستاش با همسرش آشنا شدن، تا اینکه اومدن خواستگاری حدیث جان. من بهشون گفتم که چون راه دوره دخترمو به شما نمیدم، گفت که من میام مشهد به خاطر حدیث جان، میام مشهد زندگی میکنم. کجا بودن اون موقع؟ نیشابور بودن؟
نه، به من گفتن که من کرجی هستم، از کرج داری میای. خب مادر حدیث خیلی مخالف این ازدواج بود. طبق گفته های خودش میگفت احساس خوبی به این آدم نداشتم، خیلی چرب زبون بود، خیلی زبون باز بود و یه چیزایی ما متوجه شده بودیم انگار که قبلا ازدواج کرده بوده و جدا شده بوده و من همه اینا رو با حدیث در میون گذاشتم. اما حدیث اصرار داشت که من مسعود رو دوست دارم و میخوام باهاش ازدواج بکنم. با توجه به مخالفت من، مسعود بعد این مدت میاد سند یک باغ ویلا که حالا البته اون موقع زمین خالی بود به اسم حدیث میزنه که بگه من این بچه رو چقدر دوست دارم و خیالتون راحت باشه، من هر کاری از دستم برمیاد برای حدیث انجام میدم. خانم رمضانی میگه من بچم رو با خون دل بزرگ کرده بودم و براش یک ماشینی خریده بودم و حدیث خودش کار میکرد، درآمد داشت، یعنی دوست نداشتم مردم این فکر رو بکنن که من دخترم رو شوهر میخوام بدم فقط به خاطر اینکه وضعیت مالیش تکون بخوره یا به خاطر پول شوهرش. یعنی داشت میگفت یک جوری من از بچگی بچه خودم رو طوری بار آوردم که رو پای خودش وایسه و چشمش به مال و اموال بقیه یا حتی شوهرش نباشه. بعد از این اظهاراتی که داشت، پلیس یه مقداری بیشتر به مسعود شک میکنه و روند بازجویی و پیگیری ها رو دقیق‌تر و با فشار بیشتری ادامه میدن. اما با توجه به اینکه مسعود سند باغ ویلا رو به اسم حدیث زده بود، بعد از ازدواج چهره دیگه‌ای رو از خودش نشون داده بود. خیلی اصرار داشته که حدیث سند رو دوباره برگردونه به اسم خود مسعود. خانم رمضانی توی گزارشی که به پلیس میده میگه من یک روزی چند مدت پیش رفته بودم شمال. اونجا که بودم مسعود یه روز به من زنگ زد، گفت مادر حالت چطوره، کجایی، چیکار میکنی؟ من گفتم شمالم نیستم و به من گفتش که دلم برات تنگ شده و من گفتم مسعود اتفاقی افتاده؟ گفت نه فقط دلم تنگ شده، زنگ زدم ببینم کجایی. میگه خب من ازش گذشتم از این اتفاق تا اینکه حالا یه چند روز بعد برگشتم. یه مدتی میگذره، میگه من دنبال مدارکی بودم، رفتم سراغ یه کیف مدارکی که داشتیم، یه کیفی بوده که روش یک رمزی هم داشته. میگه دیدم رمزای کیف به هم ریخته. کیفو که باز کردم دیدم سند ماشین و سند باغ ویلا نیست. از حدیث پرسیدم، گفتم حدیث سند رو تو اومدی برداشتی؟ با توجه به اینکه خب فقط حدیث کلید خونه رو داشت. میگه حدیث هم گفت نه، من آخرین باری که سند رو دیدم به تو دادم که تو نگه داری و گذاشتی پیش مدارک خودت. یه مدتی که گذشت به حدیث گفتم حدیث اگر یه چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ حدیث گفت والا اگه اون چیزی که من فکر میکنم توی ذهن خودم هم هست نه. بهش گفتم والا من به شوهرت شک دارم. حدیث هم بهش میگه که مسعود چند روز پیشا به من گفت که یک وامی میخوام بگیرم، 1 میلیارد وام میخوام بگیرم و به سند خونه احتیاج دارم که منم گفتم سند دست من نیست، دست مامانمه، باید حالا از سفر برگرده و اینها. و این یه مقداری پلیس رو باز نسبت به مسعود مشکوک‌تر کرد تا روند رو بتونن دقیق‌تر و بیشتر و بهتر ادامه بدن. بعد از اینکه مسعود و خانم رمضانی به اداره پلیس میرن و حالا میرن توی مراحل بازجویی، اونجا خانم رمضانی میگه که من تازه متوجه شدم که مسعود همسر داره، یعنی حدیث همسر دوم مسعود بوده و مسعود 2 بچه داره. و اونجا و ما بعدها متوجه شدیم که حتی کسایی که برای خواستگاری آورده بود هیچ نسبتی با این آقا نداشتن، در صورتی که ایشون گفته بود اینا خانواده منن و 2 نفر غریبه بودن و حالا اشخاص غریبه بودن. یعنی کم کم داشت یه سری دروغ‌هایی هم این وسط برملا میشد، مثل همین ازدواج که میگه من خیلی تعجب کردم و ما اصلا اطلاعی نداشتیم که مسعود اصلا همسر اول داره. شما متوجه شده بودید که یک همسر دیگه‌ای هم دارن؟ نه، ما متوجه نشده بودیم. شما کی فهمیدید این موضوع رو؟ زمانی که حدیث گم شد تو آگاهی من فهمیدم. ایشون با هم سند با شناسنامه جهلی اومدن خواستگاری حدیث جان. بعد 1 سال اینا اومدن خواستگاری و اینکه یه مادر تهرانی آورده بودن، به قول خودشون گفتن که مادرمه، با شناسنامه جهلی و مادر جهلی ایشون اومدن خواستگاری حدیث جان. از برج 12 به بعد حدیث کنن
خیلی ناراحت بود، هیچی به من نمیگفت تا موند شب قبلی که حدیثشان برای من تعریف کرد که گفت مامان عروسی برای من نگیر، من اینا خانوادگی به من دروغ گفتم، خانوادگی دارن خلاف میکنن، این عروسی رو کنسلش کن. یعنی حدیث خودش پشیمون شده بود از این اتفاق؟ حدیث شب قبل قتلش اینا رو برای من تعریف کرد. گفتم چرا؟ بعد گفت مامان یه چند تا اسلحه از تو گوشیش به من نشون داد. گفت مامان من از برج 12 من دنبال مسعود هستم، تعقیب کردن، چند باری منو دیدن، حتی من تو شبایی که از مجلس می اومدم میرفتم تعقیب میکردن، دیدم اینا کارهای خیلی خلافی میکنن، اسلحه تو خونه دیدم. و اما در نهایت توی روند بازجویی ها مسعود به هر حال اعتراف کرد که همسرش رو به قتل رسونده، اونم بر سر اختلافی که روی سند باغ ویلا داشتن با همکاری پسرخالش شخصی به اسم مسیب. بعد از اعترافات مسعود خیلی سریع دستور جلب مسیب هم صادر میشه، مأمورین و کارآگاهان به نیشابور میرن و در یک عملیات ضربتی مسیب رو دستگیر میکنن و به مشهد منتقلش میکنن. زمانی که دو متهم با هم دیگه رو در رو میشن و با اعترافاتی که تکمیل شده اینجا متوجه میشن که حدیث متاسفانه با گلوله یک کت جنگی کشته شده و جسد هم نزدیکی همون باغ ویلا دفن شده. به دستور قاضی ویژه قتل شبانه مأمورین و مسئولین و کارآگاهان به محل دفن جسد اعزام میشن و بعد از 14 روز در روستای بهار، محلی که جسد رو اونجا دفن کرده بودن، حدیث رو پیدا میکنن. صحنه قتل بازسازی میشه. خب با توجه به اینکه ویلای حدیث و همسرش اطراف شهر بوده، دور ویلا تقریبا حالت بیابون و باغ و تاریک بوده. مسیب تعریف میکنه، میگه طبق نقشه‌ای که مسعود ریخته بود من توی تاریکی یه گوشه نشسته بودم و منتظر بودم که حدیث بیاد. زمانی که اومد جلوی در رسید، بوق زد، من از جام بلند شدم به سمت خودرو رفتم، مقداری از شیشه خودرو پایین بود. میگه از همون مقداری که پایین بود دستمو داخل کردم و یک گلوله رو به سمت حدیث کردم و اون رو به قتل رسوندم. بعد حدیث رو از ماشین پایین میارن، طلاهایی که به دست و گردنش بوده رو قیچی میکنن، جسد رو توی یک نقطه‌ای دفن میکنن. میگه نقطه‌ای که از قبل خود مسعود آماده کرده بود، کنده بود و بیل و کلنگ گذاشته بود که من بتونم جسد رو راحت دفن بکنم و طلاها و اسلحه هم یک نقطه دیگه دورتر دفن کرده بودن که بعدها که آبا از آسیاب افتاد برن و اونا رو در بیارن. این رو زمین گذاشته بودم به همین حالت سرد همجور نشسته بودم تا ماشین بیاد. ماشین اومد وایساد و جفت راهنما از ماشین در اومد و صدای بوق و فلان اینجوری، منم همجور دل بلندشم خدایا چیکار کنم. رسیدم اونجا دقیقا همین صحنه، همون صحنه که سرش آقا میاره هم رسیدم اینجا زدم. اونجا اومدم دیدم زده و علنگوها و اسلحه رو گذاشته داخل روی سقف ماشین، درم باز کشیدتش تا اونجا که یک بیلی افتاده بود کنارش، یک بیل دسته انقدی. خب بیلو کی گذاشته بود؟ بیلو فکر کنم مسعود گذاشته بود دیگه برای خاک بریزم روش. نه همین جایی که خاکش کم هست. که قبلا بهت گفته بود دیگه. مسعود 35 سالش بوده، توی نیشابور به دنیا آمده. میگه زمانی که 3 سالم بوده به خاطر شغل پدرم که ذوب فلزات بوده به کرج میریم برای کارش. بعد اونجا میمونیم و سن 18 سالگی دوباره به نیشابور برمیگرده و اونجا با دختر داییش ازدواج میکنه. از این ازدواج صاحب یک دختر 14 ساله و یک پسر 6 ساله میشه. میگه من 1 سال بعد دوباره به مشهد رفتم از نیشابور و اونجا با برادرم به کارهای داربست و اینها مشغول شدم و از طریق
همسر یکی از دوستان با حدیث آشنا شدم. میگه زمانی که میخواستم با حدیث ازدواج بکنم مادرش خیلی مخالف ازدواج ما بود. من به خاطر اینکه تایید مادر حدیث رو بگیرم و خیالش رو راحت بکنم سند باغ ویلا رو به اسم حدیث زدم. پیش خودم به این فکر کردم که خب بعد از ازدواج به هر حال دوباره سند رو حدیث بهم برمیگردونه، اما حدیث خب میگه دائما بهانه می آورد و این کار رو انجام نمیداد. میگه خب یه سری کشمکش هایی داشتیم، یه سری بحث و جدل هایی داشتیم در این خصوص که در نهایت من تصمیم به قتل حدیث گرفتم که البته کار خوبی هم نکردم و تصمیم اشتباهی بود. اما مسیب متولد 1375 بوده، یک بار به زندان میره به خاطر نزاع دست جمعی. متأهل بوده، یک فرزند 1.5 ساله داشته، یک فرزند دیگه هم همسرش باردار بوده و توی راه داشته. میگه من 10 سال قبل توی تهران توی یک نونوایی کار میکردم و حالا همکارهای من توی طبقه بالا مواد مصرف میکردن. میگه من چند باری کنار اینا مواد مصرف کردم و بعد از یه مدت دیگه معتاد شده بودم. 1 سال و 8 ماه توی نونوایی کار میکرد و میگه بعد از اون دوباره به نیشابور اومدم و اینجا ازدواج کردم، داماد شدم و چون توی نونوایی کارگیر نیاوردم رفتم حالا کار ساختمونی اینجا انجام میدادم و هزینه تأمین موادم هم زیاد بود و من نمیتونستم این هزینه رو تأمین بکنم تا اینکه خب مسعود به من یک پیشنهاد داد. خب یه مبلغی رو به من پیشنهاد داد و من وسوسه شدم و گفت به خاطر سنده و یه سری مشکلات شخصی و خانوادگی و من قبول کردم. خودش میگه حتی اگر مسعود 5 میلیونم به من میداد من به خاطر شرایطی که داشتم قبول میکردم و این دلیلی بوده که مسیب حاضر شده این قتل رو انجام بده. بعد از بازجویی و تکمیل پرونده به دادگاه کیفری ارسال میشه و بعد از بررسی های نهایی مسیب به خاطر ارتکاب قتل به قصاص محکوم میشه و مسعود به خاطر حمل اسلحه و مشارکت در قتل به 25 سال حبس محکوم میشه که البته با اعتراضی که میزنن به قید وثیقه آزاد میشه. شب روز من صدای منو به تمام ملت برسونین. من تقاضای قصاص دارم، قصاص مسعودا دارم، من قصاص هر دو قاتلا رو دارم. از دیوان عالی کشورم میخوام که سریعتر همین پرونده رسیدگی کنه، قصاصشون بده. خیلی ممنونم دیگه خانم تحملشون ندارم. پرونده‌های جنایی دیگه با یک سوال تموم میشه. آیا میشد جلوی این اتفاق رو گرفت؟ یک نکته‌ای که توی این پرونده خیلی به چشم میخوره اینه که این اتفاق توی یک لحظه شکل نگرفته و نتیجه یک روند ریشه در گذشته داره و تصمیماتی که گرفته شده. توی اغلب پرونده‌های جنایی و جنایت‌هایی که شکل میگیره اغلب قبل از جنایت یک نشونه‌هایی بودن. نشونه‌هایی مثل تغییر رفتار، تنش‌های پنهانی یا تصمیم‌هایی که اغلب شاید پیامدهای جبران ناپذیری دارن. من به جرئت میتونم بگم که بیشتر جنایت‌ها قابل پیش‌بینی هستند اگر به نشانه‌ها توجه بشه. از نظر روانشناسی جنایی اغلب این اتفاقات ترکیب و نتیجه فشار روانی، عدم کنترل خشم و ترس و تصمیم‌های لحظه‌ای هستند. خیلی از پرونده‌ها فقط یک پرونده یا یک اسم نیستن، یک هشدارن. هشداری که به ما نشون میده و به ما ثابت میکنه که گاهی اوقات فاصله بین یک زندگی عادی و یک فاجعه فقط یک لحظه است و جای ترسناکش کجاست؟ اینکه این لحظه امکان داره برای هر کسی اتفاق بیفته. پس به نشانه ها خوب دقت بکنید. خیلی ممنونم، دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید، برنامه رو دیدید. مثل همیشه میگم اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو فعال بکنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. لایک کنید اگر دوست داشتید ویدیوها رو و نظراتتون رو کامنت بذارید. اگر دوست دارید پرونده یا موضوع خاصی رو بررسی کنیم و در موردش برنامه بسازیم توی کامنت ها بهم بگید، دونه دونه رو میخونم و سعی میکنم توی برنامه اعمال بکنم. یادتون نره حقیقت پنهان نمیماند، فقط منتظر است تا کشف شود. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.